أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و مهربان و خواهشمندان زبان عربی و خواهران و مادران محترمه که درس های زبان عربی را پیگیری کرده ایستاده اید برای آموختن دینتان، برای دانستن کلام الله تبارک و تعالی و حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم. اولا الله تبارک و تعالی توفیق عمل کردن به قرآن و سنت را برای یکایک ما و شما نصیب بگرداند. آمین یا رب. الحمدلله که ما و شما از مستوای یکم، از کورس یکم درس های زبان عربی 19 درس گرفتیم و حالا درس 20 را به سمع شما برادران و خواهران و مادران و دوستانی که خواهشمند زبان عربی هستید براتان پیشنهاد خواهیم گردانید. الدرس العشرون، درس 20. درس 20 حالا ما و شما در درس 20 از کورس یکم قرار داریم و موضوع درس 20 همون موضوع درس 19 هست. قاعده در درس 19 گفته بودیم قاعده گراماتیکی. همون قاعده در اینجا باز یک بار دیگر تکرارش میکنیم که العدد یخالف المعدود من 3 الى 10. المعدود یکون جمعا. همین قاعده را باز در اینجا تطبیقش میکنیم، یعنی که عدد مخالف معدود است. از 3 تا 10 معدود همه وقت جمع می باشد. عدد گفتیم مثلا 3 و 5 و 10 و 20 و اینها از 3 فقط تا 9 تا 10. و معدود آن چیزی که بعدش میاریم. درس‌های گذشته مثال‌های بسیار آورده بودیم، لیکن همه مثال‌های در کتاب نوشتگی درس 19 در بودگی مثال‌ها همه اشون مذکر بود، یعنی که معدود مذکر بود و عددش مخالف قاعده می گرفتیم، مؤنث می آوردیم. اکنون در این درس برعکس درس گذشته است. معدود مؤنث است، عدد مذکر میاریم. هر کسی که درس گذشته را اگر درس 19 را جدی از خود کرده باشد و فهمیده باشد، این درس دیگه برایش آسان ترین درس می باشد، زیرا اینکه درس گذشته مذکر آوردیم، همچنین مؤنث هم، معدود مؤنث هم آوردیم برای مثال. اکنون در این درس انا همون مثال هایی که درس گذشته آورده بودیم همون ها رو نوشته کردگی است. درس گذشته را کسی فهمید، این درس را دیگر می فهمد. خب موضوع درس گفتیم درباره عدد و معدود هست و مذکر و مؤنث بودنشان. در این درس فقط مؤنث رو میارد، همچنین مذکر هم میارد. درس گذشته را برای یادرس کردن. میگذاریم به موضوع درس. لیلا نام زن هست. میگوید که یا سلما. سلما همچنین نام زن هست. یا سلما، ای سلما. افی فصلکی طالبات من الصین والیابان. افی فصلکی طالبات من الصین والیابان، یعنی که آیا در صنف تو طلبه ها از خیتای و یپونیا هست. افی فصلکی یعنی آیا در صنف تو طالباتون جمع طالبتون هست. طالبتون یک دختر، دانشجوی دختر. طالباتون دانشجو دخترها، یعنی که دانش آموزهای دختر. طالباتون طلبه ها. من الصین از خیتای، سین خیتای، و الیابان یپونیا.
افی فصلی که طالبات من الصین و الیابانی، یعنی که آیا در صنف تو شاگردها از سین و یابانی هست؟ سلما جواب میتید که نعم، بله. فی فصلنا 5 طالبات من الصین و 4 طالبات من اليابان و 8 طالبات من اندونیسیا. ببینید میگد فی فصلنا یعنی در صنف ما 5 طالبات، 5 نگفت. برای چی؟ بخاطر آنه که معدود ما مؤنث است. طالبات جمع طالبتون هست، مؤنث است. پس 5 را ببینید، عدد را ببینید مذکر آورد. درس گذشته در یادتون باشد عدد ما مؤنث می آوردیم، 5 طلابین می گفتیم. در اینجا 5 میگیم، 5 نمیگیم، تیره نمی نویسیم و تیره تلفظ نمی کنیم. برای چی؟ به خاطر اونه که معدود ما مؤنث است. طالبات مؤنث است، برای هم 5 را مذکر میاریم. میگوید که 5 طالبات من الصین، یعنی 5 طلبه دختر از صین هست. و 4 طالبات من الیابانی، و 4 دانشجو دختر از یابانی است. ببین اینشم 4 گفتیم، 4 نگفتیم. برای طالبات مؤنث است، معدود مؤنث است، عدد رو مذکر میاریم. و 8 طالبات من اندونزیا، و 8 طلبه میگوید از اندونزیا است. ببین درس گذشته و 8 طلابین میگفتیم و 8 میگفتیم. به خاطر چی بود؟ به خاطر آنه که معدود مذکر بود. اینجا در معدود مؤنث که هست عدد مذکر میاریم و 8 میگیم و 8 و 8 طالبات، یعنی 8 دانشجو دختر من اندونزیا از اندونزیا است. لیلا میگوید که و فی فصلنا 3 طالبات من الهند و 6 طالبات من الفلبین و 7 طالبات من ترکیه. میگوید که و فی فصلنا یعنی در صنف ما، میگد لیلا جواب میتید که در صنف ما 3 طالبات، 3 دانشجو دختر هست. من الهندی از هندوستان است. ببینید در اینجا 3 گفتیم، 3 برای چی؟ به خاطر اینکه معدود مؤنث است. طالباتین گفتیم، برای چی طالباتین گفتیم؟ به خاطر اینکه مضاف الیه هست. از 3 تا 10 بعدش معدوده که میآید در اعراب مضاف الیهش میگیم و آخرش کسره میکنیم. و میگد و 6 طالبات من الفلبین، و 6 طلبه دختر از فیلیپین است. ببین و 6 و 6 نگفتیم، آخرش در ته نموندیم و 6 نگفتیم و گفتیم و 6. برای چی؟ به خاطر آنه که معدود مؤنث است. و 6 طالبات من الفلبین، و 6 طلبه و 6 شاگرد دختر از فیلیپین است. و 7 طالبات من ترکیه، و 7 طلبه دختر از ترکیه هست. ببین طالبات معدود مؤنث است و 7 رو مذکر میاریم، عدد مذکر میاریم. سلما میگوید کم اختن لکی یا لیلا، کم اختن لکی یا لیلا، یعنی چند خواهر داری تو ای لیلا. کم اختن یعنی چند خواهر، لکی داری تو. برای چی لکی گفتیم؟ به خاطر اونه که منادا مؤنث است. یا لیلا، لیلا مؤنث است، مؤنث را پرسیده ایستاده، برای همون لکی میگیم. اگر مذکر میشد لکه میگفتیم. کم اختن لکی یا لیلا، یعنی چند خواهر داری تو ای لیلا. لیلا میگوید لی 3 اخوات، میگوید که من 3 خواهر دارم. ببین 3 گفت، 3 نگفت. برای چی؟ به خاطر آنه که معدود مؤنث است و عدد را مذکر میاریم. لی 3 اخوات، میگوید که من 3 خواهرها دارم. اخوات جمع اخت است، یک خواهر، اختون یک خواهر، اخواتون خواهرها.
سلما میگوید و کم اخن لکی، و کم اخن لکی یعنی چند برادر داری تو، و کم اخن لکی یعنی چند برادر داری تو. لیلا میگوید لی خمسة اخوة، میگوید که من 5 برادر دارم. ببینید خمسة گفت یعنی که اخوه جمع اخ است، مذکر هست، معدود عدد مؤنث آورد. 5 اخوة یعنی 5 برادر. سلما لکی 3 اخوات و 5 اخوة، میگوید که تو داری 3 برادر و 3 خواهر و 5 برادر. میگوید که تو 3 خواهر و 5 برادر داری. اینجا ببینید بسیار موضوع درسمون هست. 3 مذکر هست، نه اخواتین مؤنث است. ببین عدد مذکر است، معدود مؤنث. و 5 مؤنث است، عدد ببینید مؤنث است. اخواتین جمع اخ است، مذکر هست. ببینید بر ضد قاعده است، نه اصلا باید بگیم که 3 اخوات یعنی 3 دختر بگیم، یعنی 3 را باید مؤنث بگیم برای دختر مؤنث است. نه اینجا خلاف میکنیم، خلاف قاعده میبراییم. از 3 تا 10 خلاف قاعده میبراییم، چطوری که درس گذشته هم گفته بودیم. میگوید که لکی 3 اخوات و 5 اخوة، میگوید که تو 3 خواهر داری و 5 برادر داری. لکی یعنی داری تو زن، اگر که مرد باشد لکه داری تو مرد. لیلا میگوید نعم بله. و کم اخن و اختن لکی، و میگوید چند برادر و خواهر داری تو. لکی داری تو. برای چی لکی گفتیم؟ برای لیلا سلما را پرسیده سی. منادا سلما است، یعنی که مخاطب سلما است، برای خاطر لکی میگیم. زن هست لکی میگیم. و کم اخن و اختن لکی یعنی چند برادر و خواهر داری تو. سلما میگوید لی 4 اخوة و 4 اخوات، میگوید که من 4 برادر دارم و 4 خواهر دارم. اکنون اینجا را اهمیت بدید. ببینیم میگه که 4 بعدش مذکر میارد، اخواتین برادر دارم میگوید. و 4 ببینید مذکر هست، بعدش اخوات میارد، خواهر مؤنث میارد. یعنی که موضوع درس ما همین است. معدود مذکر باشد عدد مؤنث می شود. در اینجا 4 عدد است، اخواتین معدود است. معدود ببینید که مذکر است، عدد رو ببینید 4 مؤنث است. و اخواتین معدود است، مؤنث است، 4 را ببینید مذکر هست. اکنون ضد قاعده انا همین است. یعنی که ما شما قاعده را گفتیم که العدد یخالف المعدود، عدد مخالف معدود می شود. یعنی مخالف در چی؟ در همین که اگر که معدود مذکر باشد عدد مؤنث می شود، اگر که معدود مؤنث باشد عدد مذکر می شود. خلاف انا همین هست. یعنی بر ضد قاعده عمومی می برایم در همین از 3 تا 10 را. لیلا میگوید لی زمیلتون اسمها خدیجتون، خدیجتو. لی زمیلتون اسمها خدیجتو، میگوید که من همدرس دارم. زمیلتو یعنی همدرس. لی زمیلتون میگوید که من همدرس دارم. اسمها خدیجتو، نامش خدیجه است. اسمها نام همون زمیله یعنی نام همون همدرس خدیجه است. میگوید لها 8 اخوة و 8 اخوات، میگوید که لها یعنی که دارد همون خدیجه 8 برادر و 8 خواهر. یعنی که خدیجه 8 برادر دارد و 8 خواهر دارد. ببینید 8 مؤنث است، اخواتین برادر مذکر هست، و 8 مذکر هست، اخواتین معدود ببینید مؤنث است. دقت بدید این رو. و 8 اگر مرد رو گفتنی باشید و 8 میگید، در آخرش ت میمونید، عددی از 3 تا 10 را. اگر زن رو گفتنی باشید و 8
آخرش در ته نمیمونه، ته را حذف میکنید، مذکر میارید. پس این بود گفتگوی این درس. میگذاریم به تمرین ها. تمارینو یعنی که تمرین ها. رقم 1 اقرأ و اکتب یعنی بخوان و بنویس. اقرأ بخوان و اکتب بنویس. این مذکر است. مؤنث رو بگوییم، میگیم که اقرئی و اکتبی یعنی بخوان تو زن، بنویس تو زن. و همچنین ترجمه اش کنید برای ترجمه را یاد گرفتن. رقم 3 میگوید ثلاث طالبات. ثلاث طالبات یعنی 3 دانشجو دختر. ببین ثلاثتون نگفتیم، اصلا دختر را گفتیم، لیکن مخالف قاعده میبریم، میگیم ثلاث طالبات یعنی که 3 دانشجو دختر. رقم 7 رو ببینید 7 طالبات 7 دانشجو دختر. این هم همچنین 7 مذکر است، طالبات مؤنث یعنی که عدد مذکر است، معدود مؤنث. رقم 4 4 طالبات یعنی 4 طلبه دختر، دانشجو دختر. 4 را ببینید مذکر است، طالبات معدود مؤنث است. عدد را ببینید و معدود را ببینید، عدد مذکر است، معدود مؤنث. رقم 8 8 طالبات یعنی 8 دانشجو دختر. 8 طالبات 8 دانشجو دختر. ببینید 8 مذکر هست یعنی عدد مذکر هست، طالبات مؤنث است، معدود مؤنث است. رقمی اینجا باید رقم 5 باشد، هی کردگی است، اصلا باید 5 باشد. 5 طالبات یعنی 5 طالبه دختر، شاگرد دختر. 5 طالبات دانشجو دختر. ببین 5 مذکر هست یعنی عدد مذکر است، معدود مؤنث است، طالبات مؤنث است. رقم 9 9 طالبات 9 طالبات یعنی 9 طالبه دختر، 9 طالبه دختر. ببین عدد را ببینید که 9 مذکر است، معدود را ببینید که طالبات مؤنث است. رقم 6 6 طالبات 6 دانشجو دختر. 6 طالبات یعنی که 6 دانشجو دختر. 6 را ببینید مذکر هست یعنی عدد مذکر است، معدود را ببینید طالبات مؤنث است. رقم 15 10 طالبات 10 طالبات یعنی که 10 دانشجو دختر، 10 دانشجو دختر. ببینید 10 عدد مذکر هست، طالبات مؤنث هست. اگر درس گذشته در یادتون باشد ما گفتیم که 10 اگر مرد باشد، اگر شین را فتحه میتیم. گفتیم یک قاعده است که قاعده عمومی هم نباشد، یک قاعده است که اگر زن باشد 10 شین ساکن میمونیم، 10 نمیگیم، 10. اصلا 10 هم بگیم جایز است، لیکن یک قاعده هست که همین طور است که سین را ساکن میتیم. 10 که شد یعنی زن را در بر میگیرد. همچنین علامت دیمش که در آخرش ت ندارد. پس این بود تمرین رقم 1. میگذاریم بعد تمرین رقم 2. در تمرین رقم 2 میگه اقرأ و اکتب. اقرأ بخوان و اکتب بنویس. بخوان و بنویس و همچنین ترجمه کن. این مذکر هست، مرد رو بگیم میگیم که اقرئی و اکتبی. زن رو بگیم، زن رو میگیم اقرئی و اکتبی یعنی بخوان تو زن و بنویس تو زن. یعنی دختر رو گفتنی باشیم، زنانه رو اقرئی و اکتبی میگیم. رقم 1 رو بینید میگه فی بیتنا 3 غرف. فی بیتنا 3 غرف. در خانه ما میگه 3 اتاق است. برای چی 3 گفت و 3 نگفت؟ به خاطر اینکه معدود مؤنث است. غرف اصلش غرفتو بود، مفردش غرفتو مؤنث است،
برای هم خاطر ثلاثو میگد. معدود عدد مذکر میورد، معدود مؤنث غرف، جمع غرفه است، مؤنث است. برای هم خاطر ثلاثو گفت. فی بیتنا ثلاث غرف، یعنی که در خانه ما 3 اتاق است. رقم 2 فی الجامعه 10 حافلات، در یونیورسیته، در دانشگاه، الجامعه گفته دانشگاه را میگن، فی الجامعه یعنی در دانشگاه، 10 حافلات 10 مسافرکش است، 10 اتوبوس است. حافلات جمع حافله است. حافله که مؤنث است، برای هم خاطر 10 را مذکر میاریم. معدود مؤنث است، عدد مذکر آوردیم. و همچنین معدود گفتیم از 3 تا 10 را جمع میاریم. 10 حافلات میگیم، 10 حافلتون نمیگیم، یا 10 حافلتین نمیگیم، میگیم 10 حافلات جمع میاریم. معدود جمع میاریم، از 3 تا 10 را بعدش معدود بیاد جمع میآید. رقم 3 فی هذه المدرسة 8 مدرسات، فی هذه المدرسة 8 مدرسات، یعنی که در همین مدرسه، در همین مکتب میگه 8 مدرسات، یعنی که 8 استاذ زن هست، استاذه است. ببینید 8 مذکر آمد، عدد مذکره. برای چی؟ به خاطر اینکه معدود مدرسات مؤنث است و قاعده را خلاف کردیم، عدد مذکر آوردیم و معدود مؤنث. و همچنین معدود گفتیم جمع میاریم. رقم 4 عباس له 7 بنات، عباس له 7 بنات، یعنی که عباس 7 دختر دارد. عباس له یعنی که دارد همون عباس 7 بنات 7 دختر. 7 را ببینید مذکر هست، 7 نگفتیم، 7 گفتیم. برای چی؟ به خاطر آنه که معدود ما مؤنث است، بنات مؤنث است، برای همین خاطر عدد ما مذکر آوردیم. و این رقم 5 هی کرده است، لیکن اصلا باید رقم 5 می نوشتش. فی بیتنا 9 دجاجات، فی بیتنا 9 دجاجات، یعنی که در خانه ما 9 مرغ است میگد. در خانه ما، فی بیتنا در خانه ما 9 دجاجات 9 مرغ است. عدد رو ببینید 9 مذکر است، دجاجات رو ببینید معدود مؤنث است و همچنین جمع است. و قاعده را در ذهنتون آوردن بگیرید که العدد یخالف المعدود من 3 الى 10، المعدود یکون جمعا، معدود همچنین جمع شد. این قاعده را در ذهنتون همه وقت داشته باشید. فی بیتنا 9 دجاجات، میگه در خانه ما 9 مرغ است. 9 عدد مذکر، دجاجات معدود است، مؤنث است و جمع است. رقم 6 فی الجامعه 5 کلیات، فی الجامعه 5 کلیات، یعنی که در یونیورسیته 5 فاکولته است، 5 فاکولته است، 5 قسم است. فی الجامعه یعنی که در یونیورسیته یا در دانشگاه، 5 کلیات 5 قسم است یا 5 فاکولته است. 5 را ببینید مذکر است، به خاطر چی؟ به خاطر آنه که معدود کلیات مؤنث است، برای هم خاطر عدد مذکر آوردیم و معدود مؤنث است. رقم 7 فی المستشفى 10 طبیبات و 4 ممرضات، ببینید میگه فی المستشفى یعنی که در بیمارخانه 10 طبیبات 10 طبیب زن هست، پزشک زن هست، و 4 ممرضات و 4 همشیره طبی است، و 4 همشیره طبی است. ممرضات همشیره طبی. ببینید 10 مذکر هست، برای چی؟ به خاطر آنه که معدود طبیبات مؤنث است
و همچنین اربعو مذکر هست. عدد را ببینید مذکر هست. برای چی؟ به خاطر آنکه ممرضات یعنی معدود مؤنث است و جمع می آید. بعدی از 3 تا 10 معدود جمع می آید. رقم 8 خالد له 3 ابناء و 4 بنات. میگد خالد 3 پسر و 4 دختر دارد. خالدون یعنی خالد، له دارد همون خالد، 3 ابناء 3 پسر و 4 بنات و 4 دختر دارد. ببینید 3 مؤنث آمد. برای چی؟ به خاطر آنه که معدود ابنا مذکر هست. قاعده را خلاف میکنیم. معدود اگر مذکر باشد عدد مؤنث میاریم. عدد 3 مؤنث است، ابنا معدود است و مذکر هست و جمع میآید همچنین. و 4 ببینید مذکر هست. عدد ببینید 4 مذکر هست. معدود رو ببینید بنات مؤنث است. بنات مؤنث است، برای خاطر 4 را مذکر آوردیم. این قاعده را بارها تکرار کنید. 3 ابناء 3 پسر. 3 را ببینید مذکر هست، بعدش میگیم 3 پسر. و 4 را ببینید 4 مذکر آوردیم، بنات مؤنث است، معدود مؤنث است و جمع می آید. رقمی 9 لی 5 اخوة و 6 اخوات. میگه که من 5 برادر دارم و 6 خواهر دارم. برای چی اخوة؟ برای چی 5 مؤنث آمد؟ عدد است و معدود رو نگاه میکنیم جوابش رو میدیم. و 6 ببینید مذکر هست. عدد ببینید مذکر هست. اخوات معدود است. برای چی 6 گفتیم و 6 نگفتیم؟ جوابش رو شما خودتون بگویید. رقم 10 في هذا الكتاب 10 دروس. في هذا الكتاب 10 دروس. میگه که در همین کتاب 10 درس است. در همین کتاب 10 درس است. ببینید 10 عدد است، مؤنث است و دروس معدود است، مذکر هست. برای خاطر 10 میگیم. اگر 10 دروسون بگیم خطا است، در زبان عربی خطا میشود. باید بگیم که 10 مؤنث بیاریم به خاطر اینکه معدود مذکر هست. رقم 11 لنا 4 اعمام و 5 عمات. میگوید که ما 4 عمک داریم و 5 عمه داریم. ببینید لنا یعنی داریم ما، 4 اعمام یعنی 4 عمک و 5 عمات و 5 عمه. اینجا هم همچنین اهمیت بدید. 4 عدد است، مذکر هست. اعمام چی است؟ معدود است و مذکر هست. 4 مذکر هست، مؤنث هست، یعنی عدد است، مؤنث هست و اعمام معدود است، مذکر هست. و 5 عدد است، مذکر و عمات معدود است، مؤنث است و جمع است. رقم 12 فی بلدی 5 جامعات. فی بلدی 5 جامعات یعنی در دولت ما. فی بلدی در دولت ما، در دولت من. بلدی شد یا ضمیر متکلم است. فی بلدی یعنی در دولت من 5 جامعات 5 انویرسیت است، 5 دانشگاه است. برای چی 5 گفتیم و 500 نگفتیم؟ به خاطر آنکه جامعتون مؤنث است، یعنی معدود مؤنث است، برای همین عدد رو مذکر میاریم. رقمی 13 فی ذلک الدرس 8 کلمات جدیدة. میگوید که فی ذلک یعنی در آن، ذالک اسم اشاره برای بعید مذکر بود.
فی ذلک الدرس یعنی در آن درس 8 کلمات 8 کلمه است جدیدت نو صفت کلمات 8 کلمات جدیدت یعنی 8 کلمه های نو هست. ببینید 8 گفتیم 8 نگفتیم. برای چی؟ به خاطر آنه که 8 عدد هست معدودش کلمه مؤنث که هست، برای همین خاطر 8 میگیم، مذکر میاریم عدد رو. سببش آن هست که معدود مؤنث هست. رقم 14 عندي 3 مجلات عندي 3 مجلات میگوید که من 3 ژورنال دارم. عندي دارم من. عندي کی شد؟ ما و شما درس گذشته گفتیم یعنی چیزی بیجان هست، یعنی دارم من بیجان. اگر جاندار میشه میگفت که لی دارم من. بیجان کس میگه عندي دارم من 3 مجلات 3 ژورنال. مجله گفته ژورنال رو میگویند. ببینید مجلتون یک ژورنال، مجلاتون ژورنال ها. مجلتون گزیت، مجلتون گزیت، مجلاتون گزیت ها یا ژورنالی که خبرها میبراید. 3 مجلات یعنی که 3 ژورنال یا 3 گزیته. ببینید 3 مذکر آمد عدد. برای چی؟ به خاطر آنه که مجلات مؤنث است، جمع مؤنث که هست مؤنث است، برای خاطر عدد رو مذکر آوردیم. معدود مؤنث است، عدد رو مذکر آوردیم. پس این بود تمرین رقمی 2. میگذاریم به تمرین رقمی 3. در تمرین رقمی 3 میگوید که اجیب عن الاسئله الاتیه مستعملا یا مستعملا العدد المذکور بین قوسین. میگوید که جواب بگو تو فی الاسئله عن الاسئله الاتیه، یعنی از سوال های می آمدگی، مستعملا در حال بودنت خودت استفاده بر العدد المذکور، عدد ذکر شده را بین قوسین که در بین 2 قوس است. عددی که ذکر شده است، ببینید در اینجا نقطه را ببینید در آخرش عدد است، نه در درون قوس. انا همون عددها را میگه استفاده بر خودت. درس گذشته این مسئله رو کار کرده بودیم و باز یادرس میکنیم که این تمرین ها را کار کردنش را یاد بگیرید که در کورس دوم و بعد از دوم دیگه تمرین ها را من کار نمی کنم. تمرین ها را من ترجمه میکنم و میگویم که چی است، شما باید خودتون کار کنید. اینها را مثلا باید خودتون کار کنید، لیکن برای یادگیری، برای فهمیدن اینها را من خودم کار میکنم تا اینکه شما یاد بگیرید. اما در کورس دوم و سوم دیگر من اینها را کار نمیکنم، فقط ترجمه میکنم و میفهمونم که این چی است و خلاص، و من دیگر کار نمیکنم در کورس دوم. برای خاطر کورس یکم تمریناش چقدر اهمیت بدید، چقدر خودتون کار کنید، چقدر دقت بدید که در کورس دوم و در کورس های آینده مشکلتون نشود اگر در حقیقت میخواهید که زبان عربی را بیاموزید. خلاصه میگه رقم 1 رو ببینید، میگه کم اخن لک یعنی چند برادر داری تو. کم اخن لک یعنی چند برادر داری تو. در جوابش باید رقم 6 رو استفاده بری، باید بگویی که من 6 برادر دارم. پس میگویی که لی، برای که اخ جاندار است، نه دارم من. لی اگر که کتاب میشد یا چیزی به جا میشه میگفتی عندی، لیکن چیزی جاندار کس میگویی لی 5 اخواتین. برای چی 5 گفتیم؟ برای اخ مذکر هست، معدود مذکر که است، برای خاطر عدد مؤنث میاریم. 5 اخواتین. پس می نویسید که لی 5 اخواتین، یعنی که من 6 برادر دارم. این رقم 1. رقم 2 کم اختن لک یعنی چند خواهر داری تو. کم اختن لک یعنی چند خواهر داری تو. باز در اینجا تو می نویسی رقم 5، یعنی باید بگویی که 5 خواهر دارم. می نویسی که لی 5 اخواتین. اخواتین میگویی که لی یعنی دارم من 5 نمیگویی 5
برای چی؟ برای معدود اخوات مؤنث است. برای میگوی که خمسو اخواتین میگوی، باز جمعش میاری. برای از 3 تا 10 معدود ما گفتیم جمع میاری. پس می نویسی در اینجا که لی خمسو اخواتین، یعنی که من 5 خواهر دارم. رقم 3 کم بقرتن فی الحقل، چند گاو هست در کشزار. بقره گفته گاو رو میگن، حقل کشزار، در زمین کشزار. ببینید کم بقرتن چند گاو هست فی الحقل در کشزار. باید بگوید که 10 گاو هست. میگوید که فی الحقل 10 بقراتین، 10 میگید، 10 نمیگید. برای چی؟ به خاطر آن که بقره مؤنث است، معدود مؤنث است، عدد مذکر بیاره. میگوید که 10 بقراتین، یعنی که 10 گاو هست. میگوید که فی الحقل، می نویسید فی الحقل 10 بقراتین، یعنی در کشزار 10 گاو هست. رقم 4 کم طالبتن جدیدتن فی الفصل. برای چی طالبتن گفتیم؟ به خاطر آنه که کم استفهامیه هست، طالبتن تمیز است. آیا جایز است من بگم که کم طالبتین؟ بله جایز است. بگم کم طالبتین جدیدتین فی الفصل، یعنی که پس ترجمهش دیگر می شود. اگر بگم که کم طالبتن جدیدتن، یعنی که چند طلبه نو است در صنف. اگر کم طالبتن بگویم، اگر بگویم که کم طالبتین جدیدتین فی الفصل، پس معنیش این می شود، ترجمهش دیگر می شود، یعنی که چقدر طالبه نو است در صنف، چقدر. این کمی خبریه می شود. چقدر کمی خبریه چقدر ترجمه می شود، و کمی استفهامیه چند ترجمه می شود. فرقیتشون بروید. پس در اینجا کم استفهامیه است، همچنین در آخرش علامت سوال است. و در اینجا من گفتم کمی خبریه بگیم جایز است، اصلا جایز نیست، به خاطر اینکه در آخرش علامت سوال است. معلوم است که کمی خبریه نیست، کمی استفهامیه است. کم طالبتن جدیدتن فی الفصل، یعنی چند طلبه نو است در صنف. جدیدتن صفتی طالبتن شد، فی الفصل در صنف. رقم 9 رو ببینید، باید بگید که 9 طلبه نو هست. میگوید که فی الفصل، می نویسید فی الفصل 9 طالبات جدودین، 9 طالبات جدودین. می نویسید که در صنف 9 طلبه نو هست. فی الفصل 9 می نویسید. برای چی؟ به خاطر اینکه معدود طالبات مؤنث است، 9 را مذکر میارید، میگید 9. برای چی 9 میگویید؟ به خاطر اینکه مبتدا است، مبتدا مؤخر است. فی الفصل می نویسید، این خبر مقدم شد. 9 طالبات این که میگویید، این 9 مبتدا مؤخر شد. 9 مبتدا است و مضاف است، طالبات مضاف الیه می شود. اون چیزی که نویستگی هستید، یعنی اون چیزی که گفتم نویسید، امو را اعراب کرده ایستادم. و جدودین صفتی طالبات می شود. رقم 5 کم طبیبتن فی المستشفى الولادتی، کم طبیبتن فی المستشفى الولادتی، یعنی چند طبیب است در تولدخانه، مستشفى الولادتی تولدخانه. کم طبیبتن فی مستشفى الولادتی، یعنی چند پزشک زن هست در تولدخانه. درون قوس رو ببینید 8 است، باید بگوید که 8 پزشک زن هست. پس میگوید که 8، یا اول فی المستشفى رو می نویسید فی المستشفى الولادتی، همین طور اول امیر رو می نویسید فی المستشفى الولادتی 8 طبیبات، 8 طبیبات، یعنی که در تولدخانه 8 پزشک زن هست. فی مستشفى الولادتی 8 میگه، 8 میگه. برای چی؟ به خاطر آنه که این معدود مؤنث است،
طبیبات مؤنث کی است؟ برای خاطر ثمانی میگید، عدد مذکر میارید. رقم 6 کم حافلة فی الجامعه، یعنی چند مسافرکش است در اونیورسیته، در دانشگاه. یعنی چند اتوبوس است در اونیورسیته. درون قوس را ببینید، رقم 8 باید بگوید که 8 اتوبوس است. پس میگوید که ستو، یا اول جامعه را می نویسید فی الجامعه، اول می نویسید که فی الجامعه ستو حافلات. برای چی ستو گفتید؟ به خاطر اونه که حافلات جمع مؤنث است. حافله مؤنث است، معدود مؤنث که است، برای خاطر عدد مذکر میارید. میگید که ستو بگید خطا است. ستو حافلات یعنی 6 مسافرکش است. فی الجامعه ست حافلات یعنی که در دانشگاه 6 مسافرکش است. رقم 7 کم ابنا لک، یعنی چند پسر داری تو. کم ابنا لک یعنی چند پسر داری تو. کم ابنا چند پسر، لک داری تو. اگر مرد پرسیدی میگوی لک، اگر زن پرسیدی میگوی لکی. کم ابنا لکی یعنی چند پسر داری تو زن، یا کم ابنا لک یعنی چند پسر داری تو مرد. و رقم 4 هست، در درون قوس بینید رقم 4 است. پس باید بگوید که 4 پسر دارم. پس باید شما جواب بدید که 4 پسر دارم. میگوید که لی 4 ابناء، لی 4 ابناء یعنی که من 4 پسر دارم. لی دارم من، 4 میگید، 40 میگید. برای چی؟ ابنا مذکر هست، معدود مذکر که است، عدد مؤنث میارید. میگوید که لی 4 ابناء یعنی که من 4 بچه دارم، 4 پسر دارم. رقم 8 کم بنتن لک، یعنی چند دختر داری تو مرد. اگر زن رو بگیم میگیم کم بنتن لکی، چند دختر داری تو زن. اینجا ببینید رقم 7 است در درون قوس. باید بگوییم که باید در اینجا جواب بدیم که 8 دختر دارم یا 7 دختر دارم. پس چی طور میگیم؟ میگیم که لی میگیم. برای چی؟ عندی نمیگیم، به خاطر اینکه پسر یا دختر این جاندار هست. جاندار که باشد میگیم که لی، اگر به جان باشد عندی میگیم. میگیم لی، اول لی رو می نویسیم، لی 7 بنات، 7 نمیگیم، 7 بنات یعنی که من 7 دختر دارم. لی 7 بنات. اگر 7 بنات بگیم خطا است. باید بگیم که لی 7 بنات یعنی که من 7 دختر دارم. و رقمی 9 کم جامعة فی بلدک، کم جامعة فی بلدک یعنی چند دانشگاه است در دولت تو. بلدیکه اگر مرد پرسیده میگیم بلدیکه، اگر زن پرسیده میگیم بلدیکی. فی بلدیکی. کم جامعة فی بلدیکه یعنی چند دانشگاه است در دولت تو ای مرد. کم جامعة فی بلدیکی یعنی که چند دانشگاه است در شهر تو زن. باید بگوید 3 دانشگاه است. ببینید رقم 3 است در درون قوس، باید بگوید 3 دانشگاه است. پس میگوید که فی بلدی، در آخرش یا می نویسد یا ضمیر متکلم، یعنی در دولت من. فی بلدی 3 جامعات. برای چی 3 گفتیم؟ برای جامعتون مؤنث است، معدود که مؤنث است عدد مذکر میاریم، میگیم 3 جامعات. اگر بگیم که 3 خطا است، در زبان عربی خطا می شود. میگیم 3 جامعات یعنی که 3 اونیورسیته، 3 دانشگاه است. پس می نویسیم فی بلدی 3 جامعات. رقمی 10
کم کتابا عندک، کم کتابا عندک یعنی چند کتاب داری تو. ببین عندک گفت، برای چی؟ کتاب غیری جاندار هست، به جان هست، برای خاطر عندک گفت. اگر جاندار که میشد لکه میگفت. پس کم کتابا عندک یعنی چند کتاب داری تو مرد، تو بچه. اگر زن رو پرسیدی میگوی کم کتابا عندکی یعنی چند کتاب داری تو زن یا تو دختر. پس ببینید در اینجا باید شما بنویسید که 8 کتاب دارم. درون قوس رو ببینید 8 است. باید بنویسید که 8 کتاب دارم. پس چی طور می نویسید؟ می نویسید که عندی یعنی دارم من. عندی میگید، نمیگید لی، برای کتاب به جان هست. میگید که عندی 8 کتب. 8 میگید، آخرش ت میمونید. برای چی؟ به خاطر اینکه کتاب مذکر هست، معدود مذکر است، عدد مؤنث میارید. میگوید که 8 کتب یعنی 8 کتاب. پس می نویسید که عندی 8 کتب یعنی که من 8 کتاب دارم. پس این بود تمرین رقمی 3. میگذاریم به تمرین رقمی 4. در تمرین رقمی 4 میگه اقرأ الجمل الآتیه واکتبها مع کتابة الاعداد الوارده فیها بالحروف. میگه که اقرأ بخوان الجمل الآتیه جمله های میامدگی را، واکتبها و بنویس تو همون جمله های میامدگی را. ها ضمیر است برمیگردد به جمل، ضمیر برمیگردد به جمل. واکتبها پس در ترجمه میگوید که بنویس همون جمله های میامدگی را مع کتابت الاعدادی همراهی نوشتن عددهایی که الواردتی وارد شدگی از فیها بالحروفی در همون به حرف. ببینید رقم 1 رو ببینید، لی میگد رقم 4 کردگی است، اخوتون و رقم 3 کردگی است، اخوات کردگی است. همین را میگد رقم ننویسو، حرف قطعی بنویس. مثلا که 4 رو 4 بنویس، 3 رو 3 بنویس و موافقش که مذکر باشد 4، معدود اگر مذکر باشد 4 بگو و معدود اگر مؤنث باشد 4 بگو. اینا خود درست که میگد، یعنی یاد بگیر میگد. پیش از اون که این تمرین بخونیم یک بار این عباره رو یادرسی درس‌های گذشته میکنیم برای اینکه درس‌های گذشته فراموش نشود. اقرأ بخون فعل امر است، فاعلش انت میشود. اگر زن رو بگیم میگیم که اقرئی، بخون تو زن. الجمله مفعول به است، الاتیه صفت است. برای چی آتیه مؤنث است تو الجمله مؤنث نیست؟ یادتون هست درس‌های گذشته ما گفته بودیم که اگر منعوت یا موصوف جمع غیر عاقل باشد ما صفت را مفرد مؤنث میاریم. جمله ها جمع غیر عاقل هستند، الاتیه صفتش است، ببینید مفرد مؤنث است، برای همین خاطر مفرد مؤنثش میاریم. این یکم مسئله درس‌های گذشته در یادتون بیارید. واکتبها و بنویس. ها ضمیر است. ضمیر چی است؟ ضمیر متصل. بارز است یا مستتر؟ بارز است، برای دیده سیمشه. متصل است یا منفصل؟ متصل است. مخاطب است یا غایب؟ غایب هست. ضمیرها 3 نمود تقسیم میشید، متکلم، مخاطب، غایب. این کدامش است؟ غایب است. و مذکر است یا مؤنث؟ مؤنث است. برای چی مؤنث است؟ برای جمل صیغه جمع هست، غیر عاقل هست. ما گفتیم غیر عاقل اگر به ضمیر اشاره بکنیم یعنی ضمیرش رو همچنین مؤنث مفردش میاریم. ببینید درس‌های گذشته، این درس‌های گذشته را یادرس کرده ایم. در زبان عربی هر چیزی را که خوندی، هر کلمه عربی را که خوندی میتونی که درس‌های خوندگی تو در اونجا تطبیق بکنی. یعنی برای چی واکتبها گفت، واکتبهو نگفت؟ برای چی؟ یا همچنین برای چی و اکتبها نمیگیم، میگیم که واکتبها، الف نمیخونیم. برای چی؟ به خاطر اینکه الف نامش چی بود؟ الفی همزه وصلش میگفتیم. اگر در بین کلمه بیا نمیخونیم شه. ببین در اقرا خوندیم شه، اقرا گفتیم در اولی کلمه، اما در اکتب نمیخونیم شه، میگیم واکتب میگیم. اگر در همین اولی اقرا دم اگر واو میگیم که وقرا، نمیگیم که اقرا، میگیم وقرا، نمیخونی شه.
در بین کلمه باشد نمیخونیشه، اما در اول کلمه باشد میخونیشه. ببین درس‌های گذشته را یادرس کردیم. همچنین مع ظرف است. کتابتی الاعدادی، کتابتی. برای چی کتابتی گفتیم و کتابتا و کتابتو نگفتیم؟ به خاطر اینکه بعد ظرف مضاف الیه میآید. کتابتی مضاف الیه هست. برای چی کتابتین نگفتیم؟ الف لام ندارد کو. بگیم که مع کتابتین. برای چی کتابتین نگفتیم؟ به خاطر اینکه مضاف است. باز مع مضاف است و کتابتی مضاف الیه، با کتابتی مضاف است و الاعدادی مضاف الیه هست. اهمیت بدید. کتابتین گفتن جایز نیست. برای چی؟ به خاطر اینکه مضاف است. الاعدادی مضاف الیه هست. الواردتی صفت است. صفت چی است؟ صفت اعداد هست. صفت اعداد. ببین اعداد جمع است، یعنی عددها. جمع غیر عاقل هست و موصوف است. الواردتی صفت است. واردتی را ببینید جمع نیست، مفرد مؤنث است. با همون درس‌های گذشته را در یادتون بیارید که اگر جمع غیر عاقل صفت شود، صفتش بکنیم با مفرد مؤنث صفتش میکنیم. الاعداد جمع غیر عاقل است، الواردتی مفرد مؤنث است، صفت اعداد هست. در ذهنتون داشته باشید. الواردتی فیها بالحروف، فیها فی حرف جار، ها اسم مجرور، ضمیر است. برمیگردد در کجا؟ باز برمیگردد به جمل، یعنی که در همون جمله ها بالحروف به حرف ها. ضمیرها را در زبان عربی بسیار اهمیت بدید، رول کلان بازی میکند. ضمیر بسیار رول کلان بازی میکند. فیها همین هایی که هست، یعنی در همون یعنی در چی؟ در جمله. در جمله هایی که هست، در همون جمله ها میگه بالحروف به حرف ها بنویسش میگه. خوب میگذاریم با این تمرین رقمی 4. چی میگه؟ رقم 1 رو ببینید، میگه لی 4 تا اخواتین و 3 تا اخواتین هست. پس باید بگید که من 4 برادر دارم و 3 خواهر دارم. پس می نویسید که لی اربعتو میگید. برای چی؟ به خاطر اینکه اخواتون جمعی مذکر هست، اخونا جمعش هست، مذکر است. پس میگه که لی اربعتو میگید، ت میمونه در آخرش. اربعتو اخواتین و ثلاثو میگید، ثلاثتونه، و ثلاثو اخواتین و 3 خواهر دارم. پس در اینجا شما خودتون نوشتهش میکنید یا در دفتر می نویسید که لی اربعتو اخواتین و ثلاثو اخواتین، یعنی که من 4 برادر دارم و 3 خواهر دارم. رقم 2 محمد له 5 ابناء و 8 بنات. اهمیت بدید. محمدون یعنی محمد له دارد، همون محمد 5 بچه. 5 بچه باشه چی میگیم؟ میگیم 5 برای بچه مذکر هست، معدود مذکر است، عدد مؤنث میاره، میگیم 5. اگر بگیم 5 ابناء خطا است، میگیم 5 ابناء و 8 بنات. و 8 بگیم خطا است، بگیم و 8 بنات، یعنی که 8 دختر. پس می نویسید در اینجا با حرف قطعی می نویسید که محمد له 5 ابناء و 8 بنات و 8 بنات و 8 بنات. 8 را مذکر می نویسید، برای بنات معدود مؤنث است. رقم 3 عندی 1 کتاب است میگوید و 7 مجلات است، ژورنال هست میگوید یا گازیت است. و در اینجا میگوید که لی عندی کتاب واحد میگید. عندی کتاب واحد، کتابون میگید، بعدش واحدون بعد می نویسید. عندی کتاب واحد یعنی من 1 کتاب دارم و 7 مجلات میگید و 7 مجلات. برای چی 7 میگید؟ به خاطر اینکه معدود مؤنث است، عدد مذکر میرید، میگید 7 مجلات.
پس میگید که عند در اینجا می نویسید که عندی کتاب واحد و 7 مجلات، یعنی که من یک کتاب دارم و 7 ژورنال دارم. رقم 4 فی المستشفى 9 طبیبات و 6 ممرضات. اهمیت بدید. میگه در مستشفى یعنی در بیمارخانه 9 پزشک زن هست و 6 همشیره طبی است. پس در اینجا می نویسید در نوشتن که یا در گفتن تلفظ کردن میگوید که فی المستشفى 9 نمیگوید، میگید 9 مذکر میارید برای طبیبات است، معدود مؤنث است. 9 طبیبات و 6 و 6 نمیگید و 6 ممرضات. ممرضات مؤنث که است عدد مذکر میارید، 6 میگید. پس انا همینطور نوشتهش میکنید فی المستشفى 9 طبیبات و 6 ممرضات. رقمی 5 میگد عندي 4 قمصان. عندي 4 قمصان. ببین میگد که من 4 پیراهن دارم. برای چی 4 گفتیم؟ برای قمیص مذکر هست نه، برای همین 4 میگیم. اگر بگیم 4 خطا است. میگیم عندي 4 قمصان. قمصان جمع قمیص است، یعنی که پیراهن، کرته. عندي 4 قمصان. انا همینطور می نویسید، یعنی که من 4 پیراهن دارم. برای چی عندي گفتید لی نگفتید؟ برای قمصان یعنی که پیراهن غیر جاندار هست، بی جان هست، برای خاطر عندي میگید، لی نمیگوید. رقمی 6 لهذه السيارة 4 ابواب. میگد این ماشین 4 در دارد. این ماشین 4 در دارد. برای چی 4 گفتیم؟ برای باب مذکر هست، معدود ما مذکر که است، عدد ما مؤنث میاریم، 4 میگیم. اگر بگیم که لهذه السيارة 4 ابواب بگیم خطا است. 4 میگیم، معدود مؤنث میاریم به خاطر اینکه عدد مؤنث میاریم، به خاطر اینکه معدود مذکر هست. پس همینطور نوشتهش میکنید که لهذه السيارة. السيارة را برای چی کسره کردیم؟ برای بدل هذه است. هذه در محل جر است، لی حرف جر است، برای همین خاطر سیارتی میگیم، بدل هذه است. رقمی 7 فی هذه الكلمة 4 فی هذه الكلمة 5 حروف. فی هذه الكلمة 5 حروف. ببینید در این کلمه میگه 5 حرف است. برای چی 5 گفتیم؟ برای اینکه حرف مذکر هست، علامت تانیث ندارد، یعنی که معدود مذکر که است عدد مؤنث میره، میگیم 5 حروف، نمیگیم 5 حروف، میگیم 5. پس می نویسید که فی هذه الکلمة 5 حروف، یعنی در همین کلمه 5 حرف است. رقمی 8 فی مدرستنا 8 مدرسات. فی مدرستنا 8 مدرسات. در مدرسه ما میگه 8 استاذ زن هست، استاذه هست، یعنی که معلمه هست. ببینید فی مدرستنا 8 گفتیم. برای چی؟ به خاطر اینکه معدود مدرسات مؤنث که هست، برای هم خاطر عدد ما مذکر آوردیم، عدد مؤنث آوردیم، بخشش عدد مذکر آوردیم. 8 میگیم، 8 نمیگیم، مذکر میگیم. 8 مدرسات. پس می نویسیم که فی مدرستنا 8 مدرسات، یعنی که در مدرسه ما 8 استاذه هست، معلمه هست. رقم 9 فی بیتنا 10 رجال و
نساء واحدة. اینجا در یک کردگی است، خطا شده است به فکر من. باید در اینجا بگوید که عشرتو، یعنی که 10 نساء، یعنی 10 زن هست. بله در اینجا خطا شده است. یک که باشد امرأه باید باشد و واحد امرأتین باشه باید و امرأتین واحدتین باید میگیم اگر یک تا باشد. لیکن در اینجا نساء جمع است، نمیشود که یک زن ها بگوییم، یک زن میگوییم، امرأه میگیم، نه اینکه نساء. اینجا 10 است، اینش هم 10 است، اینش هم 10 است، هر دوش 10 است. پس ما در اینجا میگوییم که فی بیتنا 10 رجال و 10 نساء، یعنی در خانه ما 10 مرد است و 10 زن هست. 10 میگیم به خاطر اینکه رجال معدود مذکر هست، عدد مؤنث میاریم 10 میگیم. و در دویمش که نساء جمع مؤنث است و عدد ما مذکر میاریم 10 نمیگیم 10 نساء، 10 نساء یعنی 10 زن. پس می نویسید که فی بیتنا 10 رجال و 10 نساء، یعنی در خانه ما 10 مرد است و 10 زن هست. رقمی 10 میگه ذهب ابی الى الریاض قبل 3 ایام، قبل 3 ایام. میگه که ذهب ابی، رفت پدر من، الى الریاض، ریاض رفت، پایتخت عربستان سعودی، ریاض رفت قبل 3 ایام، پیش از 3 روز، یعنی 3 روز پیش رفت. قبل 3 آخرش را ت میمونیم. برای چی؟ برای ایام جمع یوم است، مذکر هست. معدود که مذکر که است، عدد ما مؤنث میکنیم. برای چی قبل 3 گفتیم و 3 نگفتیم؟ به خاطر اینکه قبل مضاف است، 3 مضاف الیه می شود. با 3 مضاف است و ایامین مضاف الیه می شود. این اعرابش است. پس شما می نویسید که ذهب ابی الى الریاض قبل 3 ایام، یعنی که رفت پدر من ریاض 3 روز پیش، یعنی که پدر من 3 روز پیش ریاض رفت. ترجمه کاملش همین است، پدر من 3 روز پیش ریاض رفت. و در اینجا در رقمی چند بود؟ رقمی 3. ببینید ما در اینجا گفتیم که عندی یک کردگی بود، گفتیم کتبین. بعد در کار کردن گفتیم که عندی کتاب واحدون گفتیم. اینجا در همچنین خطا کردیم. برای چی؟ به خاطر که عندی باید اینجا 10 باشد، نه اینکه یک. برای کتب جمع است، کتب که جمع است اینجا باید جمع باشد. رقم 3 را ببینید، اهمیت بدید. این را ما کار کردیم پیشتر، غلط کار کردیم. درستش همین است که میگیم که عندی 10 کتب و 7 مجلات. اهمیت بدید، برای مالی 1 و 2 را خوندگی نیستیم و در اینجا 1 را آورده است، یکمش و دیمش که کتب جمع آوردگی است. باید اگر که 1 در نظر میگفت باید کتابون میگفت. بعد میگفتیم که عندی کتاب واحد و 7 مجلات میگفتیم. لیکن در اینجا 10 را در نظر داره، برای خاطر کتبین کردگی است، جمع آوردگی است کتاب را. و این رو درست کسی که نوشته باشه از سر بنویسید و درستش بنویسید که عندی 10 کتب و 7 مجلات، یعنی که من 10 کتاب دارم و 7 ژورنال دارم. پس این بود تمرین رقمی 4. میگذاریم به آخرین تمرین، تمرین رقمی 5. در تمرین رقمی 5 میگوید که اکتب الاعداد من 3 الى 9 الى 15. میگه بنویس عددها رو از 1 تا 15. اینجا دم خطا است، از 1 تا 10 را، برای ما تا 15 را خوندگی نیستیم. اینجا ما از 1 تا 10 را می‌نویسیم. این 5 کردگی است، 5 نال بکنید الی 10 یعنی تا 10. اکتب الاعداد یعنی بنویس عدد رو، میگه از 3 تا 10
وجعل كلا من الكلمات الآتیه معدودا له. و قرار بته میگه هر یک از کلمه های می آمدگی رو عدد برای همون برای معدودا له، عدد برای همون عدد برای آن عددها. اکتب الاعداد، یعنی بنویس عددها رو از 3 تا 10. وجعل، قرار بته هر یک کلمه های می آمدگی رو عدد برای همون کلمه می نوشتگید، عدد برای همون چیزی که می نویسی عدد قرار بده. پس ببینید در اینجا سیارتون ماشین، اختون خواهر، طالبتون دانشجو دختر، مجلتون ژورنال، بنتون دختر، ساعتون ساعت. ببینید در اینجا باید ما بگیم که 5 ماشین، مثلا عدد میمونیم میگیم که 5 ماشین، میگیم که 5 سیارات. برای چی 5 گفتیم؟ برای سیارات مؤنث هست، 5 میگیم مذکرش میاریم. اخت مثلا گفتن هستیم که 9 خواهر، میگیم 9 اخت، نمیگیم 9. برای چی؟ به خاطر اینکه معدود مؤنث است، عدد مذکر میاریم. طالبتون میگیم که مثلا 3 طلبه، 3 شاگرد، میگیم که 3 طالبات. و طالبات همچنین جمع میاریم. 3 طالبات یعنی 3 دانشجو دختر. برای چی طالباتین ثلاثو گفتیم؟ به خاطر اینکه معدود، به خاطر آنه که معدود مذکر مؤنث است، عدد مذکر میاریم. مجلتون ژورنال، اگر گفتنی باشیم که 7 ژورنال، میگیم که 7 مجلات، 7 نمیگیم، برای اینکه مجله مؤنث است و عدد رو مذکر میاریم، 7 میگیم. بنت مثلا گفتنی باشیم 6 دختر، میگیم که 6 بنات، نمیگیم 6 بنات. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه معدود مؤنث است، عدد مذکر میاریم، میگیم 6 بنات. بنات همچنین جمع میاریم، بعد از 3 تا 10 را گفتیم جمع میاریم. ساعتون ساعت، ساعتون ساعت. اگر که گفتنی باشیم که مثلا 8 ساعت، میگیم که 8 ساعات، یعنی 8 ساعت، 8 ساعت، 8 ساعات. برای چی 8 میگیم؟ به خاطر اینکه ساعت مؤنث است، معدود مؤنث است، ما عدد مذکر میاره، میگیم 8 ساعات. پس این بود تمرین ها. و در این تمرین نختون هر یک چیز مثلا بگه 3 ماشین، 4 ماشین، 5 ماشین تا 10 ماشینه. با اخت آمده خواهر، 3 خواهر، 4 خواهر، 5 خواهر تا 10 خواهره. طالبتون دانشجو دختر، با بگوید 3 دختر، 4 5 6 تا 10. اگر بچه را گفته با چی طور میگوید؟ مجلتون گفتید از 3 تا 10 را بمونید، و بنتون از 3 تا 10 را ختم بمونید، ساعت از 3 تا 10 را بمونید. خودتون ماندن بگیرید برای در ذهنتون شیشتن. و آخرین درس، آخرین این درس، الکلمات الجدیده، کلمه های نو. کلمه ها الکلمات الجدیده یعنی کلمه های نو. کلمه های نو میگه که المجلة، مجلة یعنی ژورنال یا گازیتا. مجلات ژورنال ها، جمعش مجلات می شود. یک تاش باشد مجله، جمعش مجلات، ژورنال ها. اندونزیا، دولت اندونزیا. الحرف، حرف یک حرف، الحرف یک حرف، جمعش می شود حروف. حرف یک حرف، حروف حرف ها. مثلا الف یک حرف است، ب یک حرف است، تا یک حرف است، جیم یک حرف است، ح یک حرف است. لیکن مثلا الف با تا ثا حروف می شود، یعنی حرف ها. از 2 حرف زیاد باشد حروفش میگیم. حرف یک حرف، جمعش می شود که حروف حرف ها. الکلمه، کلمه یک کلمه، کلمه یک کلمه. از مثلا ذهب یک کلمه است، محمد یک کلمه است، یا که مثلا کتاب یک کلمه است. کلمات کلمه ها، کلمات چند کلمه؟ 3 کلمه را جمع که میشه کلمات. الکلمات یک کلمه، کلمات کلمه ها. در اینجا یک سوال، الحرف جمعش حروف می شود. اگر حرف مثنا کنیم 2 حرف بگیم چه خیلی میگوییم؟
درس ها گذاشته دایتون هست، همون درس ها گذاشته را با یادتون بیارید. حرف اگر دو تا گفتن باشیم در آخر حرف یک الف همراه میکنیم و بعدش یک نون میمونه، میشه که حرفانی. حرفان دو حرف. الکلمه تو یک کلمه. اگر دو کلمه گفتنی باشیم چی میگیم؟ بعدی ت الف فقط نون میمونه، میشود که الکلمتانی، یعنی دو کلمه. با المجله تو یک مجله. اگر که مجله ها گفتنی باشیم، ژورنال ها گفتنی باشیم چی میگیم؟ مجله تانی. بعدی ت یک الف میمونه، نون میمونه، میشود دو تا. المجله تانی یا مجله تانی، یعنی دو مجله، دو ژورنال. ببینید یعنی در اینجا مفرد و جمعش آوردگی است، مثناش خودتون بمونید، خودتون مثنایش بکنید. پس این بود درس امروزه ما و شما و این درس را در اینجا با آخر میرسانیم و تا درس آینده یک و یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم و الله حافظ و مددگارتون. بارک الله فیکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.